آدم تو دعا، مخصوصا دعاهایی که از ائمه هدی علیهم السلام رسیده، یاد میگیره که چی باید بگه به خدا و چه جوری باید بگه. برام خیلی عجیب بود که چه حرفایی میزنن ائمه هدی علیهم السلام با خدا. این حرفا رو اصلا ما نمیدونستیم میشه زد و این حرفا رو نمیدونستیم چجوری باید بزنیم. خیلی حرفا رو آدم تازه تو دعا میفهمه. شما دعاها رو برای فهمیدن اینکه عالم چه خبره میتونید بخونید و اینکه چیا رو میشه با خدا مطرح کرد. این دعا از صحیفه سجادیه رو من یه قسمتش رو برای شما میخونم. ببینید شما میدونستید که میشه اینا رو به خدا گفت یا نه؟ اذقنی حلاوت المغفره، خدایا حلاوت مغفرتت رو به من بچشون و من رو آزاد شده عفو خودت قرار بده. وکتب لی امانا من سخطک، خدایا یه امان نامه ای از غضب و ناراحتی خودت به من بده، دیگه از من ناراحت نباش. اینجاشو مقصودمه. و بشرنی بذالک فی العاجل دون الآجل، خدایا به من بشارت بده تو همین دنیا که این کارو با من انجام دادی. بشرا اعرفها، یه بشارتی که من بشناسم. به من نشون بده منو بخشیدی، خبر بده، خواب ببینم، اتفاق خوبی برام بیفته، گرفتاری برطرف بشه. میخوام بفهمم، هیچی نمیگی آخه تو خدای من، میخوام یه جوری برام روشن بشه. بشرا اعرفها، یه بشارتی که من بشناسم، اتفاق خوبی برام بیفته، گرفتاری برطرف بشه. میشه واقعا از خدا تقاضا کرد؟ بله میشه تقاضا کرد. آقا تقاضای معجزه داری میکنی ها؟ خب بله دیگه. و عرفنی فیه علامتون اتبینها، منو در این بشارت یه علامتی بگذار که بشناسم. بعضی از خدا ممکن تقاضا کنن خدا یه خوابی ببینم، توی خواب یه بشارتی به من برسه. بعضی ها ممکنه تو بیداری دنبال علامتی بگردن و خدا هم ممکنه لطف کنه و این علامت رو به آدم نشون بده. پس ببینید ما الان تو این فراز از دعای صحیفه سجادیه یاد گرفتیم که امام سجاد از خدا علامت میخواد. در قرآن کریم هم دیدید که حضرت ابراهیم علامت میخواد از خدا. خدا مرده ها رو جلو چشم من زنده کن من ببینم. اما برای چی؟ لیطمئن قلبی، میخوام قلبم مطمئن بشه. خدا هم فرمود باشه. حالا اینا چرا تو قرآن به ما میفرماید؟